دوستان عزیزم سلام، وقت همگی بخیر. در رابطه با شرایط فعلی بازارهای بین الملل یه چند تا نکته رو دوست داشتم به بازاریاب‌ها و فروشنده‌های عزیز بگم. اگر میبینید که شرایط سخته و نمیتونید محصولتون رو به راحتی بفروشید یا نمیتونید مشتری رو در مذاکره قانع بکنید، میخوام بدونید که تقصیر شما نیست. در واقع ریسک بین المللی بالا رفته و مشتری ها در حال حاضر سعی میکنن که محصولات خودشون رو از داخل کشور خودشون تامین بکنن در واقع، و اونهایی که دیگه مجبورن کالاهاشون خارج از کشورشون تولید بشه سعی میکنن که واردات انجام بدن یا از تامین کننده های قبلیشون خرید بکنن. من خودم پارسال که مثلا ازبکستان رو کار میکردم به عنوان مثال، مشتری خیلی راحت به من پول میداد و ما هم تولید میکردیم، تامین میکردیم، براش ارسال میکردیم، صادر میکردیم. اما در حال حاضر مشتری به من میگه سهراب تو هم باید اینوست بکنی، من دیگه نمیتونم با سرمایه خودم از تو خرید بکنم، یه جاهایی هم تو باید اینوست بکنید توی تامین من. و دیگه نقدینگیشون حالا نمیدونم به دلیل مسائل از وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شده، یه پیامیه که من اکثرا از اکثر مشتریام تو کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا اتحادیه اوراسیا و همین عراق و همین مشتریای خودمون میبینم. و میخوام بدونید که الان خواب پول برای مشتری خیلی مهمه. میگه اگر که من پولم رو اینجا اینوست میکنم که تو برای من تولید بکنی از ایران و بیاری، اون حاشیه سود خیلی مهمه. میان بررسی میکنن معمولا خریدارای بزرگ و میگن که آقا این چه نمیصرفه، بخوام پولمو یه ماه دو ماه بخوابونم تا تو کالای تولید بکنی و برای من صادر بکنی. این موارد رو در نظر داشته باشید. الان مذاکره سخت شده. اگر چی میخواید مشتری خارجی رو تامین بکنید، مشتریای بزرگ از شما در واقع سرمایه گذاری هم میخوان که مثلا بخشی از سرمایه‌ای که در گردش باشه باید از طرف تولید کننده باشه و تامین کننده، نه فقط همش از طریق در واقع خریدار باشه. ما روشمون تا الان این بوده که مشتری به ما پول میداد 100% ادوانس، تولید میکردیم و صادر میکردیم. الان نه، الان مشتری به ما میگه چی؟ میگه شما باید اینوست بکنی، اما دیگه با اون شرایط قبلی با شما کار نمیکنیم.